کیویتی قزدان کیویتی بود برای بیتر دایکو خب بچه همونجا آمده ایستادگی بودن او دوتار او اینا رو درست ساختن این کشودگی بوده دروازه از نچه پشت دروازه ایستادگی خط میشونی دروازه زد خیلی گذشته گردن یو کن او سوش بازدن این ایت خطی اومد زدن بعد باز زدن بعد بمپی قزدن ما جوش اکا خودت چیشی زخمی نشدی کجا بجاش بودی خود برای خودم پشت بودم پشت در اونجا گاراژ یخی اینجا ما پوزیسیا داشتیم پوزیسیون زده سردان قطعی بود در ما خط کم طرف نه ما تیر گفتم که نشونه جنگ اصلا پاترونه یا ایس نه تیر میمونی قرقیز ما جو تیر شکل دیگه زیرا همش چینم بود برای پاکت و چیو اکا یک چی است همین بچه‌ای که ما اومدیم 3-4 نفر پوزیتیو ما گوناگون است خب پوزیتیو ما همین است که ما می‌خوایم یک داکیومنتری فیلم نه ضبط نه یک داکیومنتری فیلم درباره صلح بسازم که دو تا همین تاجیک قرقیز بار هم زندگی کنن شما همچون نظامی به فکرتون میشه بود فضای صلح و ثبات زندگی کنیم بود اون طرف چه خیلی به نظر شما پوزیسیون ما بگو بعد اون شو پوزیسیون برادر هم یکی با قرقیز صلح کردن نمیشه اینا باید بزنی نس کنید اینجا پوزیسیون هم یکی برادر بود زندگی کنیم اینجا انسان مسلمان آدم ور زندگی قطعی نمیشه چند سال شده نشون ما چند سال کار میکنم بشون میرم میام دیگه اون کسای مردا کجا میگه نکرد بار کی نمیشه نمی روز کو برای صفحه دایم رو اگه بو دلیلی که بعد دیدن همین نشانه هایی که مثلا در یک خانه که با جنگی چراب نداره دیگه نشانه تیر شوی دلیل میخواد برای ملت یک فیلم کنه برای سول گپ بزنه با این ملت میشه مگر سول کرد با این ملت میشه مگر سول کرد با این ملت میشه مگر سول کرد زاکلک هر چی ما کامنتار دادیم که عبدالله دو جمله تا کامنتارت نرد همین خونه که خانه توجیکا هیچ که شروع ساختگه خانه توجیکا چه شروع کرده خانه خانه قابل زمین رنگ دل چه استگان